نام و نسب نزد کجا نظر زاده؟ نام و نسب عظیمزاده شادی مراد غنی. بخشش اکی مفتیش نام شادی مراده کلیچکش شادیچه. خاموش. از تو یگان کس گپ نپرسیده است. نام و نسب بیگمد و یارمد. من مفتیح جنگیزاده. تا حالا یگان جنایت از من پنهان نمانده است. کسی که به من دروغ گوید میدانید من به را چیکار میکنم؟ نه نمیدونم. چیکارش میکنی؟ چیکارش میکنی؟ این چی است؟ پریمیوت. نه گرنگی سنایپر. همین کافی است یا نه؟ ببینم که نه. پس من وی را درازتر میکنم. دیدی پوشکاشی. نه درازش نکه که مفتیش ما چلوک سلوه در شان شرفی ما دروغگویی به شرفی است. خب من سوال میدهم شما جواب میدهید. به نوبت سخنانتان در اینجا ثبت میشوند. یگان گپی خطا نزنید. به ضرر خودتان میشود. این کس را میشناسید؟ میشناسمش. گلی نودا. نامی درست و پرهش چی است؟ نه من نمیدونم. همه گلیش میگفتن. فقط همین شادیچه گلیچینش میگفت. از کجا میشناسی او را؟ این گلی های دختر خوله توتینیسا. توتینیسا کی است؟ توتینیسا همسایه ماه. ما در 4 ایتاژ زندگی میکنیم. توتینیسا در 5 ایتاژ. این گلی دوم در هم خونه توتینیسا های. همونجا شناسیدم. قطعی نه که گلی نودام. رحمتی گلی. شما دعوا دارید که کارخانه و پلخایی که در بانک با نام گلی هستن از آن شما هستند. محترم مفتیش رحمتی را صورت کجا قبیدین؟ اگه مفتیش همی صاحب همی کارخانه و مثلا صورت صاحب بانکی و همه پول مال همش ای من در نام ما بود. این همی شادیچه سلمت تا داد من بی عقل گفت که همی حجت ها قطعی بانک صورت صاحب همش در نام گلی کنیم کارمون آسان میشه. همش در نام گلی کردم. این من موندم هم خیلی. این سببش نه. این همی شاگرده. سبب چی بود که همه را به نام این کس کردی؟ ما هر روز در هر جا سفری کاری داشتم. مثلا برد میرفتم این طرف و طرف مثلا سیر کار بودم. بعد همین شوری گفت که بیا شف همین کارخانه رو بنام گلی کنی. گلی دختره که کارچالونه خود در سفری کارو را گلی پیش بردن میگیره. اینا به عقل کردیم کارخانه رو خطی پول مال و صورت رو بنام گلی کردیم. گلی رحمتی شد. این ما موندم تو چلیکم پتک بنیم. اوتاش رفتم این مردم بیایم کارخانه را بنای ما بکنیم. کارخانه ایمای و شخصی ایمای گفت من یگان کار را بگردن نمیگیرم. ای جاهوی بخ این اکی مفتیش چای پیش دیم خیلی شاگرده بی عقلی بی سوادی نیو کاره این به نمی روز زدیم رسیدیم. چی همه را عیبی ما میکنی؟ ما کجا بدون که گلی میم برا؟ گپا بی آخر کن گپا بی 100% عیبی های. اگر لویم را با تکس نمیکردی امروز همه گلی رحمتی نمیشی. کاش در همون جوانی با گپای پدرم گوش میدادم. پدرت چی میگفت؟ گوش نکردم که چی میگفت. گوش نکردم. خطا کردم که گوش نکردم. این کس را میشناسی؟ میشناسمش. رحمتی گلیه. چه خیلی با او شناس شدی؟ خدای نزدیک خوجا بیرفتم همونجا استاد شناس شدی. چرا همه او را گلی میگفتند؟ تو باشی گلی چین؟
همو گلی خودش گفت که من داروی گلیسینی تیم مرا گلیسین بگو. با او یگان مناسبت داشتی؟ نه انیق؟ اگر با او مناسبت نداشته باشی پس این چی هست؟ مناسبت نه. خیلی کم کم خبرش میگرفتیم. آدم و آدمگری گفتن. خیلی همکارمون بود. رفیق مفتش ممکنه یک گپ بگم؟ بگو. همین شعر میگه که بنی آدم از یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. آخه تو بگم خدا همین دکسه کجاش یک گوهرن. هفته خانه که شروع شرمی همین کجاش گوهره. چهره مهم نیست. اخلاق مهم است. کی گفت چهره مهم نیست؟ هم چهره مهم است هم اخلاق. چهره مهم نیست، چهره مهم نیست. با چهره که مهم نبود کجا بردی لوای گلی را بوتکس کردی؟ مفتش این یک گوهر گربی همین کجاش گوهره. بس که نیست. پس لبهای گلی را تو کلان کردی. نه من نکردم. او گفت که 5000 بوده. گفتم چیکار میکنی؟ گفت که من میرم جمع چسبونم. لوام غاوس میکنم یعنی بوتکس میکنم. مو سر ما خطی نخونم شوگرگ میکنم. خیلی نیش گفتن نتونستیم دادیمش. نه که من قطیش نرفته بودم. خودش تو خراب. پس به خاطر چی به باید 5000 دادی؟ به خاطر همکاری، به خاطر نزد خوجا، به خاطر همسایه نزد خوجا. خیلی نیش گفتن نتونستیم. ما گفتیم که خیلی 5000 میتیم یک کار به گردن میگیری. خیلی مایلی خیلی حجتهای کارخانه رو بندومش کردیم. خیلی با کم کم گفتیم معاشت میتیم. خیلی راضی شید. ما اگه کردیه نکردیم. 5000 گلی داد 25000 مرا ضرر رسون. یه وقت حکم مرا ضرر میرسونه و جای فایده. خیر. لو شکی کل کردن کرخش داگی به دهانش خوی بود اینکه هیچ خودش هیچ نمیکرد. دهانش خوی بود دوی و می سر توی گرا. ای دهانش هو میرفت. بعد هم دو روزی لوش بوتکس کردن رحمتی را خوش میبره دانش خوی هیچ نمیکنه کو تو دیمیتاج از توپ کرد او رفت هم خونه پری اوشتن بعد در تاجیلن سانتیک دعوت کردیم با ناسوس هم اوور اگر کشید خالی کرد رحمتی که بعد بیدار شد خوجا جزیل ای پس مرده غیبت نکنین ای بای بگذشته صلوات من بگذشته صلوات از سخنان شما فهمیدم که تو با توتینیسا تو باشی با گلی مناسبت عاشقی داشته اید. عاشقانه نیو خیلی دوستانه داشتیم. با تو چی مناسبت داشت؟ یگان مناسبت نداشت. همین خوجا جزیر بچه استاد مای در کارخانهش یک جایی بودیم که یکی زنگ زدن جنازه گفتن جنازه ثواب گفتن منم قدشون برفتم. من فرق ندارد که شما با وی چی مناسبت داشتید. من باید معین کنم که تابوت او را کی کفاند. خوش روزی وفات گلی شما در کجا بودید؟ اکه مفتش در جای کار بودم که یکی توتینیسو زنگ زد گفت که گلی بندگی کرد روزی که دیگه من سراسما در رفتم من یک آبوزی کردم لباسم پوشیدم فرو آمدم که یکی شوری چه آمد یعنی به عقل آبوزی کردی رفتی شف وضعیت رو بیزی باید مرحمت بگیره چرخ گردون تو به عقلی تو عقل داری کلپنگی چی تو ولی هیچ معلوم نیست بیا بینیم که جنازه در دیر شید به عقل بعد راه دبر آمدیم ما پیش و پیش آمده خفا یگان گپ را نریزوندن نچکانده همش را نقل کن. تمام اکم فتیش چیزی باشه من میگم من راستشو میگم در همین حالت یکی اکم فتیش توتینیسون زنگ زد گفت که گلیره به خونه اتاش میبرن دیها به دیها را بیاین بعد شدی رفتیم که خیلی باشه زپرافکا میکنیم بعد میبینیم که رای دیها دور
ای پیش 3 заправка گذاشتم یکم فتیش گفتم آبا چه شدی بدون заправка کنیم شدی میگه که ما ای هر یک заправка نمیکنم دلم با ماشین میسوزه این заправка با باوری را نیست بعدم خیلی رفتیم یک заправка اکو اویل заправка زمونه ویده ما دور اومدیم اکای اورمد اقفمون اومد اما خیلی نیست شدی چه؟ شوخش بگی که جنازه دا دیر نکنی حاجی نباشید برای پل باگ заправка کن نباشید سلام علیکم چی خیلی چه خوبی کلا ششه اشهدی کمدی ای اکا به زبره دینه چی هم خیلی اتاقمه سلام علیکم دام کلانکا 92 پولی بخشی ای برچکا مرا بردار اینا گوش کاکا دهم کلونکا 95 پولی باگ سموشتی برچکا давай برچکا یا 4 ساعت راه اینک خیلی در روزه رفتن در کن رفتن هم میریم در روید دوم میکنیم میگردیم میبینیم که ما کرون بسیار ایروز دیگه ای نصیب ها دوم میکنیم میگردیم نصیب کوپن اقدامی تلوی را میتی بله اکا جان رقم های تلفن و رقم های ماشینتون چند است؟ ای ما دو ماشینه دیوم شبینی بازمیم و هم سرم ویرانه به خدایی کاری باری ما چی میشیده باشم خیلی تقدیر در چیزی باشه ده پیشونی در چیزی نوشتگی باشه اوجا جزیر جان همون را میبینیم شدی چه؟ حالا من چیکار میکنی اینجا؟ گفتم اما پیستالیت ها موندگی موندگی هن این طرف شما میبینیم مثلا زپرفکر ابی بعد دور میریم 4 ساعت رای حالم نرفته این بچه شدی چه؟ یک سیگاری قدیش در جگر کش بگیر بیا که سرم ویرانه نزدیک خوجا سیگاریت نکش سلامتی ده سخت ضرر دارم خیلی پدرتون 5 سالگی را سیگارت کشه خیلی ضرر دارم میده و همتون 5 برم شدروان پدرتونه اوه خدا را شکر خیر او تو 95 برم یکی سیگاریت کشید در زپرفکه جوش ده ضررت میکنه تو 95 نمیره ما خب بسیار نمیکشم در یک روز یک دو تا میکشم که اوربا یک دو دونه یک دو پچکا کجا جزیر نه بخیر یکم بر پرواز کدگی با سمالیو نه به سمالیوت به پاراشوت به یگون چی نه با بطر سوپرمنیم که هر جا پرواز میکنم ای جان پرواز کردن از فورا در زپرفکه سیگاریت بکش خدا نشانت ای زپرفکه باور که همین خیلی خشو ساختنش که فکر میکنی که در پیش کدام رستورانی باور که هیچ تصور نکردم که همینجا زپرفکه میخوای سوبی الکتریکار شه یا 100 توفو ارزنده پس خوش رو گوش کن آمده از نقطه سوژواری اکول 25 لیتر سوژواری خریدار میکنی و تو اشتراکچی اقدامی طلایی میشی هر یک دو ماه پس ما یه ماشین الکتریکار میتیم و 100 توفو ارزنده باز میرم از خود مشتریان ما میپرسیم که از اقدام ما خبر دارن یا نه مرامت اکا دو ماشین 5 لیتری 100 لیتر 4 کوپن سلامت باشید سلام علیکم مشتریان عزیز سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدین به نقطه سوژواری اکو اویل زنده باشی با شما یک سوال مرامت شما خبر دارین از اقدام طلایی از شرکت اکو اویل بله خبر ندارم چیه تو خبر نداری نه ندارم خبر ندارم از نقطه های سودشواری اکو اویل اگر 25 لیتر سودشواری خریداری کنی صاحب یک کوپن میشوی اگر 50 لیتر سودشواری خریداری کنی صاحب 2 کوپن میشوی اگر 75 لیتر خریداری کنی صاحب 3 کوپن میشوی فهمو هر یک 25 لیتر سوژواری خریدن یک تا کوپن
کوپن توفه میتنه بله 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 بهترین هر دو ماه به زمین هر دو ماه پس در مرکز سوزشباری اکوئل بازی می شود. اگر رود کوپن تو بور کند دیدی صاحب همون автомашین الکترومبیل میگردی. به غرض این با 100 توفای دیگه ارزنده شما را انتظارم. بغیر اتومبیل الکترومبیل با 100 توفه ارزنده. بله بله. بعد ما کوپن میدین اکا. بله بله اگر شما 25 لیتر سوژوری خریداری کنید. یه مردک ما پولی بغز پرفکا کردگیم. شفیور ما موجای. شفیور تا همجا باشه گرفتگی. ای رحمت. زنده باشه. تمام شف رفتیم درشی شده چه؟ لبای کوپنای مرا بیار. کوپنی چی؟ خطا به دیوانگی نداز. آزی کوپن رو دادن کوپنای مرا بیار. چشم بفهمیدین این همو کوپنای گفتگی. ما هم کارو شده چه؟ های با نمیدونی پانوی کار میکنی من فرقش نیست هر کس های نصیبش میبینه همین نصیبت کنه همین ماشین نصیبت کنه نه کمی تو نصیب ده میکنه دادا جان درس میتین آخر راستی بچه‌م ناله چی ندارم دکسم در کارتم از برام هم میخرم تا اکا جان یک دقیقه شدی چه جیان در سوم بته او بخره نه اکا در کار نیست اکا خفا میشم اکا خفا میشم جیان در سوم بته اکا در کار نبود راستی یگان پرابلم نیست روز جان در سوم بته او میخره و او میخره مردنش یک 200 سومش بته دستی با دادن اکا باز بود اکا بود 200 سوم اکش مادر رحمت بچه جان رفت در ماشینشین از آخر بمون الان این نقطه سوژواری اکوئل رنگ رستوران ساختگی بس چاق شد شف یک او میگیریم یا تیز بکیرای دور بریم اینجا در رستوران اما دوره رفت نشان تا میتیم همینجا همه چه هست در اینجا اکا اما در اینجا رستوران پیش دوره مویکای پیش هست در اینجا برای ماشین های الکترومبیل زردمونی هست بله ایواز روغن همه چی برای ماشین هست پیدا کردن میتونید در اینجا در نقطه سوژواری اکوئل ما فکر میکنم یکی از بهترین نقطه سوژواری اکوئل در تاجیکستان از ما هست یکی بهترینه و از همه بهترین هم اکوئل باور که رحمت همه وقت ما شما را شدیم در اینجا دیدن اکا ما هم خیلی سفر کردیم دولت خارجه هم خیلی نقطه سوژواری یکم بریم ببینیم بسیار جایزه اکا جان یک اشکمک گشنه باشه کن این رستوران ما میدوره اشکمک تا سیر میکنی یک ماشینک چرکی میشه این اینجا میدوره ماشینک تا میشه شما اکا جان در اینجا ماشین تا میشو یک بار کو یک مو میگردی یک بار عبید میکنی یک مو دیگه شما سر میگرده و اوبو ربی بعد یا اوبی قیمت گیرم 200 تومن رفتی چی با؟ 200 تومن نو دادون کم تیتی دست ما چه بگی دست ما چه خیلی 200 تومن همه تون دادا 200 تومن رفتی اکا نام چیه؟ نه من نظر خوجا جزیر خو نه نظر خوجا نظر خوجا بخشک این اینجا کاسای ما کافه ما در همه نقطه ما 10 سومون است این کافه 10 سوم 10 سوم همه نمودش بیا مغازین دور اکا جان شدی به عقل تو چکو کدیست های؟ همین دیانا 210 سوم دادم گفتم همین 100 سوم میگشتم 310 سوم شوه نیو دوبلی نشوه بسیار بچه خوبه ها؟ خب اینا زنده باشی رفته بچه زنده باشی بسیار جایزه باکا بله بعدم خیلی میده رفتیم ساعت 10 شب در خانه گلی رسیدیم رحمت گلی رسیدیم بعد
بعدم خیلی رفتیم گفتن که جنازه اکه مفتش پگه میشوه. بعد ما را بردن در خونه گمسایه اکه قربون همونجا ما را جو کردن اکه قربون دم. بعد سیگار همونجا باشتیم گوشون چک کردیم تخم بریون کردن خوردیم در جامو غلیدیم موندش دادیم. خوش بعد اکه مفتش اکه قربون قطعی زنش گپوش گرفت بعد اومد هم خونه ما خوب کرد لباری ما. نامش قربان بود یا قربون؟ در پاسپورتم قربان علی نوشتگیه. یکی مردم من قربون میگن. قربون ها؟ دره قربون. اکه قربون اکه دو تره اکه قربون چند ساله ای؟ 73. یاش به توی باقی یاش به این نمی اوتای شدی نمی 53 چند ساله 90 ساله وریای پیر میتوه این نمی خیچم شگر مای اگر که یاشای 53 سالش میگن های مرده که دائم باری همیشگی نه او پیری بادم نمیتوه میگم ای کجا اومده گین شما؟ ای شهر شهر اومدیم آدم شهری معلوم ای صغیرا سالید نخواه میکنی شما کشیم و کستوم تونا سالید نیا بخشش اکل شدی چه برای موشین گلستک ما بیاد چیکار میکنی؟ گلستک ما میبانده باید خواه میرم بیا گمش که یک شو بگاس و خواه رفتی هیچی گب نداره که گوری خاطر شما که قربون اگر کی به گلستک خواه میرم اکه قربون خونتون کلاپی داره؟ اوه میگه گزیدن اوه کجا دا گزیدن؟ پوچوما حالا سوسا بولون میاد اکه قربون داروشو نشپینه که گم شوان نوشگیشون داروشو شپیدیم من بخواه داروش زدیم که هیچ نیستشو نکرد بعد دارو کی نمورده باشند بیزی بای بوار که او را هم خیلی بیزی با نکپی میجی خیمکشی تمام او با دارو نمیم برا نکی برای همین نیست کردن کلاپی در راه هست در راهی بین المللی چی خیر؟ داروی اولش همیه که 500 گرم بنزین 90 زپرافکا اکویل میگیری قطعی 500 گرم بنزین 95 همین زپرافکا هرارش میکنی همین کلاپی های بسیار در همین خونه در کجان کلاپی ها بسیارش در دیوان های اولادن قطعی بابا کلان و میم ماما کلانشون در همون جهان انا بعضی شکرچی هاشون این همین بلوی تخت ها و درونی تخت ها و این همین جا در چقاناش گشته ایستن اولادن نکی در اولادن بگوی همش در همون دیوان های بعد همین 500 یک لیتر میشه کامیلا میگیری در همون جای تخته داره که کریشه و دیوان در جا که تخته باشه میریزی بعد جورا زجیگل داری برای در دادن من همین زجیگل میگیری جورا همین جورا در میتی همش میسوزن خاکستر میشون نست و نابود میشون من یک جورا روی اولش همیه آخی او زپرافکه که خودت میگوی کو اکا آلین او داری قشلاقی ما نیسته بعد او دوره داری قشلاقی ما با ستیل بنزین میفروشن همین جا بگیریم هم بنزین ها نمیشون این بنزین ها عموما نمیشون این بنزین ها را میرزی نیم کلاسوز میشون نیم کل 500 یک لیتر بنزین اکل جابی تونی جا میتا او نیم کلاسوز میشون بعد نیم کلاس جون میشون بعد زندش بسیار میبونه بعد یکی میبینی که شو با چیگرس میان جورا قارشون میکنه و کلاپی بعد میگذاند به حد بعد سخت میگذاند بعد وضعیت بنزین میشون فقط اکویل اینجا رولا بازی میکنه که او زپرافکه را با کجا میویم به تشویش باش من میرم عید شنبه یک کنیستر روی میکنم بچه کم گپ زنین پگه جنازه خوب کردن در کور پگه بر وقت خستن در کورای میمونی خوب کنیم او راه دیوش چی خیلی هست؟ راه دیمش هم خیلی که گفتی که همه اویلای در دوری دیوانه نه این خیلی که باشه الان دیوانه میگیری میبراری بیرون در همین افتاو میمونی او تخته پخته در کجا که باشن کو همش میان پیش همین اولاداشون همشون در دیوان جمع میشون 10-12 ساعت در افتاو میمونی اون دیوان میسته همشون یک جا میبرن
همون راه یکمش بهتره ها الانشان سر دادن در کاری بیناموس ها را خاکستر میشوند خاکستر میشوند اکه قربون او چی در خانه تعلو میزنی او ایو دامو دیوان بیرون بروری اصلا نمیغلطه ای فایده نداره چی با؟ ای قریب 10 بار برآوردیم ده همو افتاب موندیمش ای هم 10 دقیقه نگذشت که همو کلاپیا دیوانه میبردارن خانه میدرارن با خانه شون بسوزن کلافی بقوات میرسن بگم امی شما به همین گلی رحمتی را چی میشه؟ این گلی رحمتی همکارمان بود انسانی خوب بود همین خدا رحمتی گلی ای همیش قشلاق رفت لواش غوص کرد در دخترخانه با تکس میگن هزار احمد لواش غوص کرد اومد همین قشلاق همین قشلاق در یگون کس معقول نشید مردم قبولش مردم قبولش نکرد آخه پدرش هر چی گفتن در هر جا فهمیدی بعد اومد خونه دخترش گفت که گلی گپا گوش کو یا میرای لوات میده میکنی یا نیست عقد میکنه انا همین دختر جورا ای همین جا خیز بلنیسه رفت گفت که لوای مرا میده کنیم دخترو را گفت انا دخترو جورا روزی شیدن انا همون اپاراتی که دهانت میونی که نارکوس نام داره این لواش همه خیلی غوصه کاغی بود که همون اپارات دهانی بالای بنیش خشرو نشیشته است ای ده طرف هوا در اومده است فهمیدی؟ انا همین نارکوس به هوا علارش کردن بیچاره مرد همونجا خدا رحمتش کنه دختری خوب بوده همین آخرون وقت خدا رحمتی پولدار شدگی بود می آورد همین قدی کوچه یکی مرا میدید 500 سوم 600 سوم در کیسم پیش میکرد برده همون پوله ما از نه شما را میدوده هم پوله ما همه دو دستگم دستی همون دابد پوله ما ترا دوده خیلی من اگه میدونم پولی تا ولی بعد جنازه ما میبینیم راست تو طبق یکی دعوتت میکنم وضعیت بیزه بای نظر خوجا چرخ گرونه بیارم ببره گم شمیجه تا به عقل چیزه ولی هیچیش معلوم نیست دیونم قدی چرخ گردوند روسی که اکه قربانی اتیسه بگمود همه تمام تکنیکا و تمامی همه کارخانه و تمامی دو دست که هم پول مولم همش بنامی همه گلی داکومنتال نی حجتی بنامی گلی کدامش اینا گلی رحمتی شید همه پدرش خیلی انسان باشه با میره بنامی خدم کدام میتا یا که خیلی انسانه که خودت نمیدونی یک آدمی پدر نالا خیلی بعد جنازه برین هم پدرش قطعه صحبت کنین اخی یکی پدرش روزی میشوه خیلی هم شیری آدم خورده یک اخی یک قدر گلی آدمی باوری نکتون بود است که همه چیزتونه بنامی همو کرده با ما خانه بنامی همی شودیچه در نزدیک بود همی آدم مرا گرفت و گوارید کرد همی شودیچه به عقلی گلی چی نشید شدی؟ زایندارم زایندارش چیه؟ زایندار مثل نه اوچه رادوی مادرش میگوی زنی پدر که رادو نیست مویندارش میگوی خیلی زنی اساسیم که نبود زایندارش میگوی فهمیدم زنی بجویی همین شما زنی قانونی داره؟ من ندارم شدی داره بچه گمش که چند ساله ای که زن نداری؟ 43 ساله هم حضور تو تونیسای دختری خوله گلی را میشناسی؟ همو تو تونیسای چنبلقه؟ دختری بدله؟ کوچه بولو؟ همو دختری خوله گلی دختری که بدل همو زایندار میشه ای گمش که همین زاینداره یا زنی قانونی بگی و این سند او سند نزدیک اومدگی های مرده آخه نمی گجوه که میرم خوشگلی تخت میکنم درشونه اگر از اون نگاه میکنم که دمافون دارن کن نگاه میکنم و میگم کی تو؟ میگم منم نه گپ میزنن نه در ما هوی میکنن
بچه هم آدم باید که تلویزیونی باشه وقتی که در تق تق میکنی او میگن کی تو چی میگوی؟ میگم منم انا برای همین درت نمیکشایم فهمیدی؟ چرا پرابلما در این همین زبان تای تو باید وقتی که در تق تق میکنی کو میپرسن تو کیی که گفتم بگو کی من هستم انا با درت میکشایم دختر داشته باشه دختر شمیتن منم نگو میگم که در تق تق کردم که یکی او جواب که کی تو بعد ما بگم که من هستم یکی در هوی کنه که بینه که منم نیو دوبلی نمیشه انا ایشا نمیدونم نکی زن بگی زن برکت داره این همه که زن نداشتم هیچی نداشتم زن که گرفتم حاضر همه چیز دارم 100 بار شکر خدا اگه قربون گفتی زن نداشتم هیچی نداشتم حاضر زن گرفتی میگوی همه چی دارم چی داری؟ اینا دولینی دارم کسل قند دارم در گرده هم سنگ دارم در جیگرم کرم دارم اینا کلپی دارم فقط یک چیز ندارم چی نداری؟ چی نداری؟ آسوده خلاص که وقتی فتیش سهر شد یا سه تخمیگه زدیم شوری چورتا زد همین خیلی خوردیم زفتره کردیم بعد گلی را برداشتیم رحمتی را بعد گلی را برداشتیم ما پیش دادیم خطی شدیم یه حرمت قفاده بود همین 500 متر حرکت کردیم که همین اولاد یک گرمباز شد گلی کافید دیگه یک حالت یک جایی بود داخل دیدیم گوشمو بنگاز کردم به اقلام هم برم دباد انا جای اساسی من 90% مردم دیه را پرسیدم همشون یک گپ را گفتند 10%شون از شما شبه دارند که شما مردمی بیگانه اید و شما ترکانده اید اگر هم فتش ما بیاخلیم که بمباره در تابوت بمونیم و ما خود موبای پیش میقپیم بله راست میگویی این بی منطق است دوامش را نقل کن همین حالا دست کاری آمده که مفتش آدمایی که مسجد کم کم وزن میدن بردن جابجا کردن خیلی که جراحت‌های سبک داشته انا ایتر طرف گرد جمع کردیم بودیم بخصوص خاک سپاریده میشه بعد این آمدیم مکه والله ترکیش همین خیلی سخته بود که رحمتی گلی را یک گوشه 2 کیلومتر اوس یافتن و من ریشه کار رو بگو ترکیش با کدام سبب رخ داد راست شو بگم البته چی باز دروغ گفتنی نه راست شو میگم همش های بیامی کمپیوتر محله شد که مفتش چی خیل اخه مفتش اصلی واقعا خیلی شد سحر خطی کمپیوتر گرد همه گلیده گریه و نولا بعد بعضی مهمونا میان میگن که ما ندیدیم همین گلیه روش یک بار ببینیم آخرام بار وقتی که کمپیوتر روی گلیه شده میکنن روی گلی با تکس که گفته است لواش کلان روش دیده نمیشه بعد همینجا کمپیوتر مصلحت میکنه ای کمپیوتر مصلحت میکنن میگن که بخواه با یک دوکه گرد جمع میکنن ایتو لوش میارن میبندن کم کم روشه دیده شید مثلا دیدم روشه بعد وقتی برداشتن فراموش میکنن که امو دوکه بستگی ایلواش شده کنن وقتی که خیمو میگیریم میبریم گلی را راه که بعد همین اولاد وقتی که جنبیده میریم با دهو گرمی روز همو ریاکسیون میته همو خیمی که در لواش موندگی های هر روز دکترها میگن که بسیار خطر داره وقتی که حرکت کردن همو لوا خیمی میته ریاکسیون میته همین اولاد که دکتر وزیر سخت میشه این که یارش شاید مرده شاید زنده ترکیش میشه هم اولاد این همی اصلی واقعی نمیاد اکسپریز هم اومد همو را دیدن محصولات همه را جا دیدن که تصدیق کردن که همو در لوایی که خیمی که در لوای گلی بود همو ریاکت داد ترکیش ایسه به انمی بود تکسی لوی گلی بود گفتن که قطعا همین چیز ممکن نیست ضررش 100% با کسل آنکولوژیا با کسل پوست خلاص که هر یک نمود کسل دا گرفتار میکنن همین لوی طبیعی که خداوند داده بهترینه الان خیلی گفت اکسپرتیزا و آمادمو بله قریب همه چنین میگویند
پس شما هم به همین نظرید؟ بله همین نظر نظرزاده هم به همین نظر است لیکن اکه یار و یکی شما چی بارا گپ میزنم اکه مفتش نه که راه همین بوتکس گرفتن در کار که به حد خطری بزرگ داره دیر شد این را لکه پیش راهش را گرفتن نمیشه. اکه مفتش مقصد من همیه که همین طبیعیش استفاده ببرن پیش رای خیمیکات بگیرن خیمیکات را طبیعش خیر است. نمی هر روز همین 3 زنبور اصل میگیری در لواد میمونی میگذد همین بوتکسی طبیعی میشوه به حد فایده داره با سلامتی طبیعی؟ با این پیشنهاد زنبوری اصل از بین می رود. زنبوری اصل که از بین رفت چی از بین می رود؟ اصل ای بین می روم. اکه مفتش اکه یارمد طبی سعودی نیکمی اکه اینشتین میگه که همین زنبوری اصل اگه ای بین بروه حیات ای بین میروه. خب از همه مهمش چی از بین می رود؟ تورت میداوی بگم بی سعوده باور نمیکنه رحمت در پدرت یافتی. چی نام داشتی؟ شادیچه شادیچه جان در گوشوات چی هست؟ قبرغه گلی چی خیل؟ اکه مفتش ابین دو قبرغه پویانشا جروی کتا گرفتن برای میون بوری شیدن مدعی کو بعد همین قبرغه دیگه همین دیفرمت سه چه هم خیلی شیده بیجو شد با وقتی همون ترکیز کفید کو یک قبرغهش پرید آمد همین گوش مد رو اومد ای صبر اومد این خیلی گشتیم هم خیلی بعد این رو نگیستی؟ دکترها گفتن که اگر یه را بگیریم هم کار میشه هم حد. حد یعنی دیوانه؟ دیوانه نیه که مفتش حد ستادیش بلندتره 7 دیوانه بعد یک حد میشه 7تاش دیوانه خالی میبرد میگرسیمش گفتن که حد میشه خیلی دیگه گفتم اونش بیسته ایگلی نپامیاد این میخواد در روی تو چیکار میکنند؟ یا میخنیستن اکه مفتش یا می جای سنی گلی هن وقتی هم وظیف میشه میپره در روی من میزنه نه اکه شدی در قبرغش میزنه خلاصی هم خیلی شید نکندی اونها را؟ در رو رفته پیش دکتر گفتن که این وظیفه مونش پیش میجه چسبونو برا آمدم پیش میجه چسبونو 200 تومان مگرفتن گفتن که 6 ماه پس خودشون میغلطن خودت چی نام داشتی؟ یارمد بگمده خودت او قدر ضرر ندیدی؟ من دورتر بدم اکه مفتش فقط هم یک دندون رحمتی گلی اومد درم بالای سرم در اومد. باشه بعد این رو نکندی؟ اکه مفتش پیش دکتری دندون رفتم دیدش گفتی دندون عقل شه اگر ایره بکنیم بی عقل میشه برای همین دیگه نکندم اکه مفتش. خب بعدی گسیل کردن گلی چیکار کردید؟ بعد روزی که دیگه فکر پریشان که مفتش اومد پیش پدر گلی واقعا را فهموندمش گفت که من یگان چیز نمیتونم باور که دیگه تلخم کفید بچه خیلی دیگه بایگریم کارخانه هم صورت حسابم همشون سری فرزن رفتم بعد چی شد؟ روزی بعد برون بعدی من شیشتیم زیق بدم بعد شد جا گفت که بیارمش گفتم بیارش مرحمت شیف چرخی گردون همین کار رو قطعی گلیت خیلی جزیر کردیم سر مخوردی قطعی گلیت بگی خیلی پایانش کرد ای پارا بود
برای چی موی سرت را پایان کردی؟ آخه میسرم بالا پریچوسکای بوهیم بود کم بغل کشیدم فرو آوردمش. فهمه. آخرین سوال. نام چی بود؟ خوجا جزیر. ناظر خوجا. ناظر خوجا. ناظر خوجا. فرض کردین که در راه رفته ایستاده که بناگاه 17 میلیون سامانی میابی. انیقترش 17 میلیون 300 هزار سامانی. تو چیکار میکردی؟ خدمه میکشم. خیلی خودت را میکشتی. نه خیلی خدمه نمیکشم. او میگم که کم مفتش ای خنده نمردای. نکی نمردای کو. من برای می خدمه خیلی میکشم. این قسم را نمیتی ناظر خوجا؟ برگم شمیجان خدمه یک دنیا پرابلم دارم. شادیشه اگر تو همین قدر پول رو یابی چیکار میکردی؟ چی؟ 1 میلیونش خیر میکردم. آفرین انسان خیر خواه بوده ای خداوند به تو داد. این زبان خطی گلی است. پیش از وفاتش به دکتر خود داده است. گفته است که اگر به من یگان چی شد این را به شادی مراد بدهید. کامیرهای بیمارخانه را دیدیم در حقیقت خودی او نوشته است. زبان خط را میخوانم گوش کنید. من گلی نگار ارگزاده زبان خط میدهم که در صورت وفات کردنم تمام داراییم را به عظیم زاده شاد مراد غنی میبخشم. 17 میلیون و 300 هزار سامانی در صورت حسابم دارم. همچنین 2 کارخانه استحصالی. اینجاش را با انگلیسی نوشته است من نمیفهمم. در نامت بار پروردگار امروز چی خبر خوشی بود که همین خبر به ما را رسید. شدی چه در رود بمرو اکم فتیش در نام جانم خرسان شدم. شدی چه همین تم گفته که گلی شعری نره من هیچ باور نمیکردم. من همین نفهمیدم که در حقیقت خدارمتی شعری نرمد. اکم فتیش همین خبر خواندی موی تنم خیز یارمان دیگو که موی تنم خیز اکم فتیش یه تا بزرگی جانم من خوب شدید اگه بدم امروز دست در خاکی پاد بمونم. شدی چه این دیگه چی میفورم باور که روز فراموش نمیکنم. خوجا جزیر مبارک شما. رحمت اکای حرمت رحمت اکای حرمت ایشانی خوبی. شدی چه خیلی خستان شدم. سومیشی جلاشتگی خب پرسیش به آخر است. شادی این زبان خط را برده به کارخانه نتعرض ده. چیزی که در نام گلی هست به نام تو گذرانند. آنها خبر دارند. خب بعد خدتان تشکر. یه شدی چه همین خیلی خستان هستم که همین روزا هیچ وقت فراموش نمیکنم. باور که در نام پروردگار بمرم در جانم بزنی. شدی چه در جانم بزنی همین بی عقلی کردیم که دیگه دیم باره تکرار کردن در کار نیست. از راست میریم نتر روز تمام حجت را عبرت نه بنامی خودم میکنم. تو به عقل چی تو اخی یه چیز فکر کرد 100 بار فکر کرد بعد یک بار پیشنهاد کرد همین خودت پیشنهاد کردی نه که نکم خیلی فکرتا میگن که یک بار چه که 7 بار ببر. 100 زدن زدنگر 100 زدن سوزنگر یک زدن آهنگر. این میدونم گوش کن. حکم کردم بخشش میپزم به خاطر که الان یانگای گله در پیشم مفتیش کم کم گپ پست بلند زدم. tam در جای ما باشی اگر قرارداد باشی قریلیون دلار داشته باشی قریلیون نمیدونی چنده قرارداد نمیدونی چند من نمیدونم نک میدونم که قرارداد رو هستن تام باشی در می هلند هم خیلی گپ میزنی نکم خیلی بی عقلی تناک دا برا چرا بیار چرخ گردن بیار ما چه پریچوسکا ما طرفی بالا کنم که خدمت نیودوب نیست کردم برا بیار اکای حرمت سلامت باشی گپ نیست من استاد شما را بسیار احترام میکنم انا ان شاء الله که با همکاری میکنیم اکای حرمت یگان خدمت زنگ بزن مسئله پول اما همه وقت در خدمتیم میگن که گر زندگی دیده به دیدار میرسد مشین اون طرف ده کی وقت چیزا که در تماس شک زنگ میزنیم ان شاء الله با در خدمت اکای حرمت جان زنده باشی گپ نیست الگه میزن دروغچی گپ نیست بچه استاد چی خدمت شید حتما مراجعت کن نمره رو میدونی میدونم اکای سلامت باشی بله رحمت مال اکای حرمت های تو چی شیشتای هولم نرفت های دیوانه ای من طرفتم که برای چرخ گردن بیار پریچوسکا ما بالا کنم
تو دیونه ای؟ چه خیلی گپ زنیه تو خودت کی؟ چه خیلی ما کیم؟ ما شفتم نظر خوجا دان تا چقاق بدنامی مرا بگی کاکوی نظری خوجا حالا که خود چی دای کو تو قبرگاه گلی نکنده تاثیرت کرده گای خود چی دای کو از میکنم در می پتکوی بنید پرش میکنم خود جزیر خوجا گپوتا خویده گپ زن که خودی شپلق شپید میکنم که با او تلزار میشه حیوان چی گپ زنی سخوتو میکنه ای میرم دک گریجه بدم جزیر خوجا ابله از همین روز اعتباران نه تو را میشنستم نه تو مرا فهمیدی؟ نه ما اعتقاد دارم نه تایما ای پسم نگو که اول تا بعد میکنم فهمیدی؟ شدی چه؟ شدی چه نگو عظیم زاده شدی مراد غنی فهمیدی؟